سلام به همه شما افکار منفی خوشگل. اگه شما هم مثل من گاهی قربانی کمیته خودزنی و اعضای ثابتش مثل هیچی درست نمیشه، حالم بده، وای فردا چیکار کنم شدید؟ من ندا نظری، کارشناس ارشد روانشناسی، قاتل شخصی افکار مزاحم و آفتکش ذهنی شما هستم. توی این کلیپ میخوایم با همدیگه مهمونای ناخونده رو از خونه ذهنمون بیرون کنیم. وقتی افکار منفی مثل ببر بنگال بهتون حمله کردن باید این کارا رو کنید. اول دهنتون رو مثل همستر پر از تخمه پف کنید. بعد آهسته آهسته هوا رو بیرون بدید، طوری که حس کنید دارید بادکنک افکار منفی رو میترکونید. این کار رو اونقدر تکرار کنید تا ببر بنگال تبدیل به گربه خونگی بشه. به محض این که فکر منفی پاشو گذاشت توی مغزت، باهاش مثل مهمون ناخنک زن برخورد کن. ایست، نه شیرینی هست نه تنقلات، برو بیرون. فکر منفی رو سرکوب نکن و بپذیر، مثل مهمونی که نمیتونی بیرونش کنی ولی چاهی هم بهش نمیدی، خودش خسته میشه و میره. یه لحظه وایسا مغز جان، آروم باش عزیزم، تو زیادی جدی، این فقط یه فکره نه واقعیت. بیا بیرون از مغزم، رو کاغذ حرف بزن. یه کار کوچیک انجام بده، مثلا آب بخور، راه برو، لبخند زورکی بزن. این کار مغزتو گول میزنه. به فکر منفی بگو ببخشید، کارت عضویتتون رو نمایش بدید. متاسفانه شما عضوی از باشگاه ذهن مثبت نیستید، لطفاً از در خروجی استفاده کنید. ذهن شما مثل تلویزیون قدیمیه. وقتی فکر منفی اومد بگید اوه این کانال رو دوست ندارم، بعد کانال خاطرات خنده‌دار رو جایگزینش کنید. تصور کن دکتر هستی و داری برای خودت نسخه تجویز میکنی. قرص بازم دوست دارم روزی 3 بار، شربت ایول به خودم بعد از هر اشتباه، پماد اشکال نداره شب قبل از خواب فراموشت نشه. اینجا پایگاه مبارزه با سیاه‌چاله‌های ذهنیه. برای دریافت سوخت مثبت بیشتر دکمه لایک رو فشار بدید و دکمه سابسکرایب رو نگه دارید. ممنون از همکاری شما ساکنین کره زمین.